هنگام گذرانیدن چوره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 44 ساله ساکن شهر ترسونزاده همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. نامبرده 5 آگوست سال 2022 تخمیناً ساعت 19:00 دقیقه زن 39 ساله ساکن شهر مذکور را زیر لطاکوب قرار داده با راه زورآوری از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه آیفون 13 پرو مکس را گرفته از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 16300 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید به حالت مذکور تفتیشات ادامه دارد. و شعبه وزارت کارهای داخلی دوی در نویه فردوسی با عریضه مرد 32 ساله ساکن جیهون مراجعت نموده است که ماه نوامبر سال 2020 مرد 50 ساله ساکن نویه مذکور با راه فریب به باوریش در آمده برای تجارت از او $30,000 امریکایی را گرفته وعده داده است که در مدت 1 سال برمیگرداند، اما تا حال بر نگردانیده است. نسبت به این حالت تفتیشات ادامه دارد. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی کشور خبر می‌دهد که روزهای 9 آگوست سال 2022 در ناحیه‌های کویی و بلندکوی جمهوری احتمال آمدن سیل‌ها بر اثر آب شدن پیریخ‌ها وجود دارد. در این رابطه کمیته از شهروندان خواهش می‌کند که خیلی احتیاطکار باشند و خود را از قبل به هر گونه حادثه‌ها آماده نمایند. برای پیشگیری از خرابه‌های سیل توصیه داده می‌شود که پیشکی جویبارها، کانال‌ها، سیل راه‌ها را از هر گونه مانع‌ها پاک سازند. از ساکنان همچنین خواسته شده است که در این روزها از جمع‌آوری اعزام، ماهیگیری، شکار و چرانیدن چاروا در مکان‌های خطرناک حداالامکان خودداری کنند. کمیته به رانندگان مراجعت می‌کند که هنگام سفرها در راه‌های کوهی قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت نمایند. به خصوص هنگام سفرها فاصله میان ماشین‌ها را رعایت کنند و از هر گونه رویدادهای ناگهانی و آسیب‌رسان پیشگیری نمایند.